ای بوام ای بجنبه دیگه، حاضر نشد. چقدر لفتش میدی؟ نمیشه رو شما حساب کرد. چقدر عجله میکنی؟ بسه هامون. آره حق با توه، از وقت نهار خیلی گذشته. البته بگذاریم از اینکه تو همیشه گشنه‌ای. ما به فکر شما هستم. اگه ما نباشم که از گشنگی میمیریم. به جایی که اینجا وقتمون رو تلف کنیم نمیشد بریم جزیره غذا بخوریم؟ دلت میاد این همه نعمت‌های خلیج فارس رو ول کنی و بری سراغ غذای رستوران؟ به جای اینکه اینقدر قور بزنی قایق و نگهدار، همینجا خوبه. انگار خودشون قور نمیزن. امیدوارم بتونیم چیزی صید کنیم. چرا که نه امیر جان، شروع میکنیم. به جان بیت خور. ما میدونم آخرش هم نهارمون میشه شاه. ها منو داری غم نداشته باش، تا 5 دقیقه دیگه یک کباب ماهی بهت میدم، انگشتات هم باهاش بخوری. بابا قضیه اینه که اون ماهار هم بخوره سیر نمیشه، چه برسه به انگشتای دستش. ای بابا. پس چی شد بچه؟ بابا 5 دقیقه صبر کن دیگه. اینقدر صبر کردم که خوابم گرفت. امیر جان منم دیگه خسته شدم. حالا نوبت توه. از شر اون خلاص شدیم، تو شروع کردی. اصلا ما اگه ماهی نخوایم کیو باید ببینیم هیچ خان؟ حالا هیتی که بنداز. آقا من امروز قول دادم بهتون ماهی بدم. انقدر قور نزن آقا جان من، تو صبور باش. من امروز یه ماهی چاق و چله میدم بخوری، کیف کنی، انگشتات هم باش بخور. این چی بود؟ یه هیولای گنده از زیر قایق رد شد بچه. هیولا؟ مثل اینکه تو هم از گشنگی دچار توهم شدی یا چی داری میگی بابا؟ من مطمئنم آقا، خودم دیدم یه چیزی رفت زیر قایق. اینا بیا خودت نگاه کن ببین. دنبال بهونه میگردی ماهی نگرفتن تو توجیه بابا کنی. میگه توجیه؟ آقا جان من خودم دیدم با این چشای خودم یه چیزی رفت زیر قایق. توجیه چی آقا؟ دیدی اون جان هامون بوده شده. چی شده بچه؟ سر ترک شدم. چه اتفاقی افتاده؟ یه هیولا بود هامون، یه هیولا بهمون حمله کرده هامون جان. خیلی خوب شلوغش نکن، آروم باشید ببینم چی شده. دیدینش بچه ها؟ ندیدینش چقدر گنده بود؟ نه اونا نگاش کن، اونا نگاش کن. او چیه بچه؟ نگفتم یه هیولاست؟ بابا ترسو، اون فقط یه نهنگه. اون نهنگ جان. آره من نترس، مثل اینکه به جای ماهی نهنگ زید کردی. شایدم اون میخواسته رو زید کنه، ولی خودمونی ما حسابی ترسیده بودی یا؟ من ترسیده بودم یا تو که اونجوری از در کابین اومدی بیرون؟ ما که نترسیده بودم، از زور گشنگی خوابم نمی برد، اومدم ببینم تو بالاخره ماهی گرفتی یا نه. نمیبینی این نهنگ تمام ماهیای این اطراف خورده، وگرنه خودم 100 تا الان ماهی براتون گرفته بودم آقا رو. امیر جان نهنگا که ماهی نمیخورن. چی؟ بهتره بدونی اینم از عجایب خلقته. بزرگترین موجود دریا از کوچکترین موجود دریایی یعنی پلانکتونا تغذیه میکنه. او چیه پلوش؟ نگاه کنید بچه‌شه. آره خیلی نگاش کنیم یه مادر با این بچه. آره خیلی جالبه. یاد تحقیقمون در مورد دلفینا افتادم. تحقیق؟ ببینم شما نمیخواین غذا بخورید؟ چرا بذار من ماهی بگیرم بعد میخوریم. باشه پس تو ماهی بگیر، ما میریم جزیره ناهار بخوریم. هامون جان بزن بریم. ما که رفت.
اجازه وارد شدین ها؟ هیچ کس حق نداره بدون اجازه من توی خلیج من نفس بکشه، چه برسه به این که شاد و آزادم زندگی کنه. خدمتتون میرسم. ملوان در خدمت گذارم سرورم. برای من ادای قول چراغ جادو رو در نیار. قول چی؟ قول چراغ جادو نمیشناسیش؟ قیافت که خیلی شبیه اونه، فقط مشکل اینجاست که هیچ کدوم از آرزوهای منو برآورده نمی‌کنی. آرزو بر جوانان عیب. چرت و پرت نگو. خیلی خوب، پس یه قول چراغ جادو رو فراموش کن. یه مأموریت جدید برات دارم. حاضری؟ استخداماتم رئیس، کارتو بگو، کاریت نباشه. دو تا نهنگ پیدا کردم، یه مادر و یه بچه. چه شماره منهدمشون بکنن. نه، این بار همچین نقشه‌ای نداریم. میخوایم اون بچه نهنگو شکار کنیم. شما کاریت نباشه، من یه گوله نثارش میکنم شکلات. من میگم اونو زنده میخوام، تو میخوای یه گله نصیبش کنی پخمه؟ ازش به عنوان تومه استفاده میکنیم و مادرشو به طرف خودمون میکشونیم، بعد یه پول حسابی به جیب میزنیم. یعنی اینجوری همه مشکلاتمون رله میشه؟ مشکلات مالی آره، اما بعد باید بریم سراغ مرحله بعدی درجمون، یعنی از بین بردن تمام موجودات دریایی. اینطوری خیال من راحت میشه و میتونم به آرزوی همیشگی خودم، یعنی امپراتوری کاپیتان اناس در دریای سیاه برسم. من آبهای این خلیج رو به سیاه ترین آبهای دنیا تبدیل میکنم. آرزوات تو میخوام تا آخرش باد میام. دست 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 دست. ساکت شو، برو آرزوهای خودتو مسخره کن. از نصیب من هیچی برات نمیگم. حال اون نهنگا رو روی نقشی برات قلم بذار. سری خودتو به اونجا برسون و نهنگ کوچولو رو شکار کن. تمام شو. چرا انقدر بی احساسی آخه؟ من کجا زندونیش کنم حالا؟ گرفتیش خبرت میکنم. حالا فقط برو. رو چشت رئیس. بعد نهار لذیذ یه خواب خوش میچسبه، البته اگه بعضیا بذاره. مثل اینکه یادت رفته واسه چی اومدیم، ما باید به تحقیقمون برسیم هامون جان. خب بهروز جان، تور پرت کنم آماده شد. همه چی آماده است که دلفینا رو برای آزمایش بگیریم. فقط نمیدونم دلفین از کجا باید پیدا کنیم. تو صبر کن، همونطور که تو 5 دقیقه‌ای برای اون ماهی گرفتی، منم 5 دقیقه‌ای برای دلفین میگیرم. بی خود جر و بس نکنین، خیالتون راحت. دلفینا خودشون ما رو پیدا کردن. اونا نگاه کنی. راست میگه ها، عجب موجودات باهوشی هن. ها فهمیدم ما بهشون نیاز داریم، خودشون اومدن. همون یاد بگیر. بچه‌ها این چشه؟ چرا ما نمیسته؟ آره برای منم جای تعجبه که تنها آخه دلفینا موجودات اجتماعی هستن و دست جمعی هم حرکت میکنن. نمیدونم چرا یکی جدا افتاده. همین یه دونه واسه آزمایش کافی نیست بهروز؟ چرا کافیه. پس با تور بگیرم. آره زود باش. پس کجا رفت؟ همون جان تا گمش نکردیم برو دنبالش. اونا اونجا وایساده، الان میرم سراغش. خب امیر جان ببینم چی کار میکنی یا خیالت راحت. صبر کن. باز دوباره کجا رفت؟ تو نمیتونی بگیریش؟ بگو نمیتونم. چی میگی بابا؟ بازیش گرفته. برو دنبالش تا فرار نکرده. میرم. به من گیر میده. بچه خیلی سری میره. گمش نکنی، باید هر طور شده بگیریمش.
راقبش زد. این همه راه ما رو کشونده، حالا قایم موشک بازیش گرفته. به جای این حرفا خوب اطرافو نگاه کنید ببینید کجا رفت. فکر کنم رفت پشت اون صخره ها. بذار ببینم. اون چی بود؟ بازم فواره. انگار یه نهنگ اونجاست بچه ها. یعنی چجوری رفته اون تو؟ نمیدونم. فکر کنم اون دلفینم واسه همین ما رو تا اینجا کشوند. اون نهنگ اونجا گیر افتاده. بهتره من برم زیر آب یه نگاهی بندازم. عجیبه، چطور ممکنه؟ بهروز چی شده؟ اونجا چه خبره؟ معلوم نیست چجوری رفته بین صخره ها. آخه اینجا هیچ راه نفوذی وجود نداره. شکاف بین صخره ها اونقدر نیست که یه نهنگ بتونه بره داخل. بیشتر بگرد، این بالا هم هیچ راه نفوذی ندیدم. انگار صخره ها یه دفعه از دل دریا اومدن بیرون و این نهنگ رو اسیر کردن. این اصلا طبیعی نیست. برو به عمق، عجله نکن. باشه هامون. بچه ها این دیگه چیه؟ چی؟ بهروزان چی شده؟ بچه ها یه قفس، یه نفر این نهنگ رو اینجا اسیر کرده. یعنی میخوای بگی گیر کردن نهنگ اتفاقی نبوده؟ آره، در ضمن یه بچه نهنگه. احتمالا ما با قاچاقچیای حیوانات روبرو هستیم. باید هر طور شده اونو آزادش کنیم. آزادش کنیم؟ آخه چجوری؟ بذارید بیام بالا بهتون میگم. امیر، لباس قواسی تو بپوش. تو هم باید با من بیا. باشه، برنامه چیه؟ میخوای چیکار کنی؟ اون بچه نهنگو پشت میله‌های آهنی زندانی کردم. باید با دستگاه آهنبر قفلشو ببریم تا بتونیم بیاریمش بیرون. یعنی کار کی میتونه باشه؟ خب اینم دیگه فکر کردن داره؟ غیر از اون ملوان و رئیسش کی تو این خلیج خرابکاری میکنه؟ آفرین باهوش. دستگاه آهنبر رو آماده کن. باید زودتر اون بچه نهنگو آزادش کنی. قضیه داره هیجناک میشه مگه نه؟ نه موافق نیستم، چون ممکنه به بچه نهنگ آسیب برسه. آره راست میگی. ما میرم دستگاه آهنبر رو بیار. خانمان کله پوک. رئیس چی؟ یعنی خودشی؟ خیر آمونتم جز من کی با تو تماس میگیره ها؟ هیچ برماز کتایی؟ بیا پایین. چیز قربون، من داشتم دنبال مادر بچه نهنگه میگشتم. معلوم نیست کجا رفته. ما گفتیم اگه شما، یعنی شما گفتید اگه بچه نهنگه رو پیدا کنیم مادرش هم میاد سراغش. ما هم گفتیم اینجوری دوتا تیره یه نشون میزن. راتی نکن، اونا دارن نهنگو نجات میدن. اونا دیگه کیان؟ پسر خلقه من، همونایی که همیشه کارای ما رو خراب میکنن دیگه. منو داشتم، یعنی منو به سرخالام هم عینه اون داداش بودیم. نازن برو، فقط برو و جلوشونو بگیر. باید پیروز بشی. چرا؟ عجب قفس بزرگیه. آره باید قفلشو ببریم. عجب قفل بزرگیه.